افشای حقایق و رازهای زندگی حسام فرزان با علی انصاری از زبان حسام فرزان. حسام فرزان آیا با علی انصاری نامزد شده است؟ افشای حقایق تازه عاشقی علی انصاری و حسام فرزان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. علی انصاری یکی از موفق‌ترین هنرمندان خوب کشور که شهرت و محبوبیت خوب این روزها در میان هنرمندان کشور کسب کرده است. علی انصاری عاشقانه و برنامه‌های هنریش می‌پردازد و آهنگ‌های عاشقانه سرود و آهنگ‌های دوگانه علی انصاری با بلال اکبری، حسام فرزان و نظیر خارا وی را به اوج شهرت رسانه‌ای و هنری رساند. تازه تصاویر حسام فرزان و علی انصاری در صفحات مجازی نشر می شود که این دو با هم ازدواج کردند، ولی علی انصاری و حسام فرزان تاکنون درباره حقیقت بیشتر این ماجرا ابراز نظر نکردند، ولی بارها رفتار عاشقانه عالیه با حسام و آهنگ‌های دوگانه‌شان مورد نقد و نظر شدید در صفحات مجازی از طرف دوستداران و طرفداران صدایشان شده است. حسام فرزان هنرمند خوب کشور در کشور کانادا زندگی می کند و در کانادا مانند قبل به کارهای هنریش پرداخته است و می خواهد در کانادا ادامه تحصیلات بدهد. ولی کنسرت های مشترک علی انصاری و حسام فرزان بیننده های خوب هم داشته است و برنامه های مختلفی این دو داشتند. ما هم در انتظار نشر تازه ترین برنامه های هنری و رسانه‌ای حسام فرزان با علی انصاری خواهیم بود و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان علی انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.